سلام و درودی پرمهر، من بورم و به یوتیوب چنل من خوش اومدین. خب حوزه اصلی کاری من توی پلتفرم اینستاگرامه، ولی خب تصمیم گرفتم که اینجا فعالیتمو بیشتر کنم و در مورد لایف استایلم و تجربیاتم تو زندگی براتون ویدیو درست کنم و بذارم. پس حتما من سابسکرایب کنید و حمایتم کنید. که من چند وقت پیش رفتم سالن و موامو کوتاه کردم و یه ویدیو از خودم تو اینستاگرام منتشر کردم و خیلی ریاکت اینجوری گرفتم که چقدر موها خوبه، چیکار کردی و فلان و اینا، و تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بگم و تجربیات خودم بهتون بگم. اینکه اگر مشکلات هورمونی دارید حتما قبلش به اینجور چیزا برسید. این ویدیو صرفا تجربه خودمه و من هیچ مشکل داخلی و اینا ندارم. و اینکه خب خیلی میدونم من کار مدلینگ کردم، رو موهام خیلی کار کردم و کلا اصلا ویدیو که درست میگم با موهام خیلی برمیرفتم و ما دختریم مهمونی اینا میریم خیلی با موهام برمیریم و حرارت میخوره و من که از 18 سالگی کلی رنگ کردم موهامو و این چند وقت اخیر خیلی حال موهام بد بود. من کلی قرص مختلف و تراپی مختلف و اینا انجام دادم، ولی تو یه سال گذشته متوجه شدم که چی کارا باید بکنم که موهام دقیقاً مثل 16 سالگیم بشه. من ارسی موهای خیلی بلند و شاینی و پر و خوشگل داشتم، ولی خب میگم توی این مدت خیلی خراب شد. حالا بریم که بهتون بگم من چیکار کردم توی یه سال که موهام انقدر خوب و سالم و مثل عسل شده. اولی باری که میخوام به اشتراک بذارم اینه که من بعد مدت ها متوجه شدم که کلا این تبلیغات های سالونی که بیا تراپی انجام بده و کلا مواد شیمیایی واسه مو خیلی خیلی ضرر داره. مخصوصا از تایمی که من بوتاکس کردم موهای من اون حالت حجیمش از دست داد که هیچ، به شدت میریخ و اصلا بلند نمیشد، یعنی تا یه حدی بلند میشد بقیهش انقدر خورد میشد که کات میشد میریخ زمین. و اینو فهمیدم که مصرف حداقلی از مواد شیمیایی برای موهام باید داشته باشم. یعنی چی؟ نه تنها این کارهای تراپی و من دیگه اصلا انجام نمیدم، بلکه حتی شامپو زدن من در هفته به 2 بار رسیده. یعنی من فقط 2 بار به موهام شامپو میزنم در هفته و موهامو عادت دادم که اینجوری باشه، چون که وقتی موهاتون رو رنگ نمیکنه، یعنی موهای من اینجوریه، موهامو که رنگ نمیکنم و بلند میشه موهای طبیعی خودم خیلی چرب میشه، چون مدت طولانی هم بودش که رنگ میکردم، ولی الان عادت دادم و 2 بار در هفته من شامپو میزنم و 1 بارم ماسک داخل حمام. همین. شاید باورتون نشه، ولی میخوام بهتون بگم که مصرف مواد شیمیایی برای موهاتون به حداقل برسونید، چون که من تا الان مخصوصا در مورد تراپیا بیشتر از ضررشون شنیدم تا منفعتشون و خیلی یا ریزش مو میگیرن و به نظر من خیلی نباید آدم جوگیرانه برای این موضوع بره و اقدام کنه، چون میدونید دیگه وقتی این ترند میشه دیگه همه میخوان انجام بدن، در صورتی که مناسب همه نیست و ممکنه بعضی موقع که اصلا عکس جواب بده. مورد دوم، مکملی که من تقریبا 1 سال دارم ازش استفاده میکنم، نه به طور مداوم، مثلا شده 1 ماه قطع کنم، مثلا 2-3 هفته نخورم. حالا نمیدونم این مدل خوردن بده یا نه، ولی خب من خیلی دوست ندارم بدنم به یه قرصی عادت کنه و اگر اون نباشه میدونی مثلا هر جور زحمتی کشیدم به هدر بره، که البته برای بدن من اینجوری جواب میده. و اینکه این قرص رو قطع میکنید بر نمیگرده، یعنی چون من قرصای لیلی میلانی هم استفاده کرده بودم، هرتامینو، ولی خب تا وقتی که میخوردم همه چی اوکی بود، ریزش نداشتم، رشد که نداشتم و ریزش نداشتم، ولی وقتی قطعش کردم ریزش هم دوباره برگشت. این قرص که حالا من عکس ظرفشم میذارم که ببینید، از لحاظ قیمتی خیلی مناسبه. الان نمیدونم چند شد، کنم 200 خورده شده. 60 تا قرص برای 2 ماه استفاده است که حالا من 4 ماه اول رو کامل خوردم، 1 ماه قطع کردم و
بعدش هم خیلی تک و توک استفاده کردم، یعنی خیلی نذاشتم مداوم باشه، ولی واسه موهای من معجزه کرد. یعنی هم رشد موهام به شدت زیاد شد، همین که کامل قطع شد. یعنی موهای من فکر کنم روزانه شاید 40-50 تا دونه یا 100 تا دیگه نهایتا بریزه. حالا چیزی که من شونه میکنم میبینم، حالا اون که خودش میریزه نمیدونم، ولی این قرص خیلی به من جواب داد و واقعا سوم موردی که میخوام براتون بگم خیلی ترنده، مطمئنم شنیدید و از اون موقعی که کلا وایرال شد من گفتم بذار استفادهش کنم، چون کلا استفاده از مواد طبیعی تو روتین زیباییم خیلی بیشتر دوست دارم تا مواد کلا شیمیایی و میتونم بگم که واقعا هر چقدر از این ترکیب من تعریف کنم کم گفتم، انقدر که رو من جواب داد و اصلا هر کی تازگی موی من میبینه اینجوری میمونه که چجوری انقدر حجیم، چجوری انقدر خوب شده، ماشاءالله. و اینکه این ترکیب رزماریه. من بهتون میگم خودم چجوری درست میکنم و چجوری میتونید استفاده کنین ازش. من کلا 3-4 شاخه انقدی رزماری رو میندازم تو قابلمه متوسط، تا نصف آب پر میکنم، توشم یه قاشق سیاه دانه و اندازه یه قاشق چای خوری هم زنجبیل میریزم و میذارم تقریبا اندازه 20 دقیقه بجوشه که رنگش رنگ قهوه‌ای میشه و تقریبا نصف آبش هم رفته. اینو توی بطری میریزم و هر روز، حالا چه همون برم چه نرم، به موهام اسپری میکنم. اصلا موهاتون چرب نمیکنه، بو نداره و خشکم میشه، هیچ حالت مثلا اونجوری چیزی نداره. و این محلول رو میتونید تا 1 هفته توی یخچال هم نگه دارید، بعد 1 هفته بعد یه دونه جدید درست کنید. ولی اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر خوبه. این زنجبیلی که من میریزم توش یه ذره شاید مثلا بعدش که ماساژ میدین، چون حتما ماساژ رو بدین خیلی خوب، حالا ماساژ هم ندین اوکی، ولی حتما ماساژ بدین که سریعتر جواب بگیرید. شاید یه ذره مثلا سر رو بسوزونه ولی خیلی اوکیه. اصلا زنجبیل اصلا نمیتونم بگم چقدر خوبه، اصلا عالیه. همین حتما درست کنید، استفاده کنید، مطمئنم که تو عرض 2 هفته جواب میگیرید و میبینید چقدر بیبی هیر در آوردین، چقدر رشد موهاتون سریعتر شده، چقدر موهاتون شادابتره. اصلا خیلی خوبه. روغنش هم خیلی خوبه برای کف سر که من تا حالا استفاده نکردم ولی میخوام تو روتینم حتما اضافهش کنم. مورد چهارم که تقریبا میتونم بگم 4-5 ماه شروعش کردم، روغن تراپیه. که روغن تراپی یه خاصیتی که داشت برای من این بود که دیگه یعنی موخاره هم به حد اقل رسیده و خیلی موهام براق‌تر شده و خیلی سالم تره. یعنی قشنگ اون حس فرش و شادابیشو توش میتونید ببینید. روغن تراپی من هفته 1 باره، اصولا آخر هفته این کار رو انجام میدم که قبل از همون رفتن 1 ساعت انواع مختلف روغن که برای مو دارم، حالا عکسشو میذارم براتون، میزنم به موهام و میگم 1 ساعت قبل همون میزنم، همینجوری میمونه. یه 3-4 ریزی هم میگیرم اگر حوصله داشته باشم و بعدش میرم میشورم. این برای موخوراتون واقعا عالیه و من میتونم بگم الان خیلی کم وقت به موهام نگاه میکنم موخور اصلا توش پیدا میکنم. مورد پنجم، حتما 2-3 ماه یه بار موهاتون رو حالا یا مدلی که میخواین کوتاه کنین یا حداقل شده نوکش رو بزنید یا برید موخوره گیری کنین، البته با قیچی. این کار واقعا به موهاتون جون میده و اینکه رشدش رو خیلی سریعتر میکنه، موهاتون رو سبکتر میکنه و حجیمتر. که این کارم من خیلی انجام میدم، یعنی همون 2-3 ماه حتما سعی میکنم که این کار انجام بدم. واقعا خیلی خوبه، چون من گفتم بهتون بوتاکس هم کرده بودم. این آخرین بار که رفتم موهامو کوتاه کردم انقدر از بوتاکس هم مونده بود، یعنی موهای من خیلی خوب اینجوری موجدار وای میسادن. عکسشو میذارم ببینید. بعد تهش اینجوری یعنی من اینجوری بودم که خدایا این بوتاکس چی بود، من چرا مثلا به چیز احیا و تراپی اینا رفتم، ولی الان اینجوری هم که خدایا اینا فقط سریعتر. من که این آخرین بار که رفتم موهام کوتاه کردم جوری بود که نمیخواستم موهام خیلی کوتاه شه، ولی خب انقدر بوتاکس هم مونده بود و گفتم که بزن و خلاصه که
این کوتاهی رو جدیش بگیرین و انجام بدین. ششم استفاده حداقلی از وسایل گرمایشیه. من فکر کنم مثلا هفته یک بار شاید مثلا براشینگ کنم خودم یا مثلا از کرلی استفاده کنم. اکثر اوقات بدون گرما این کار رو انجام میدم. الان که میبینید موهام کرلی شده همون اومدم گوشم یه ذره نم موهام بره و بعدش یه گوجه خیلی شل اینجا بستم و بازش کردم این شکلی بایستاده. خیلی هم عالی. پس حتما از وسایل گرمایشی خیلی 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 کم استفاده کنید. اینجوری موتون خیلی سالم تره. و اینکه اگر میخواید موتون حجیم باشه وقتی که دارید میخوابید یه دونه اینجوری گوجه شل ببندید که موتون اینجا پف کنه. وقتی فردا صبح بلند میشید میبینید که واو چقدر حجیم و باحال شده. البته اگر از موهای حجیم خوشتون میاد. مورد هفتم و مورد آخر اینه که بدونید تک تک سلولای بدن شما زنده است و به ارتعاش صدای شما جواب میده و شما رو میشنوه. درسته، واقعا سلولای ما زندن و ما رو میشنون. پس از الان از غر زدن به بدنت و موهات و هر جایی که هست استاپ کنین داستانو، دست بردار. من واقعا هم وقتی که دیگه به این داستان مثلا ریزش موهام و کلا هر مشکلی که باش داشتم مثل یه موزل نگاه نکردم، خیلی همه چی بهتر شد. روتین موهامو منظم انجام دادم و واقعا میتونم بگم خیلی همه چی بهتر شد و پروسه درمانی که بر خودم گذاشته بودم خیلی ریلکس و خیلی همه چی عالی پیش رفت. پس حتما به این داستان توجه کنید. سلامت روان شما خیلی 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 مهمه. پس حتما استرستون رو به حداقل امکان برسونید و هر چیزی که باعث میشه در شما یعنی تو روانتون و سلامت روانتون رو تنش ایجاد کنه رو حذف کنید یا به حداقل برسونید و مطمئن باشید که حال بدنتون اینجوری خیلی خیلی بهتره. خلاصه که به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم براتون کلی مفید باشه. این کاری بود که من توی یه سال انجام دادم و واقعا برام خیلی عالی بود و خیلی خوب ازش جواب گرفتم. خواستم با شما به اشتراک بذارم. اگر سوالی دارید میتونید توی کامنت ها بپرسید. حتما منو سابسکرایب کنید که کلی ویدیو دیگه میخوام براتون بذارم. دوستتون دارم کلی. در پناه حق باشید.